استقبال از کریستیانو رونالدو، محبوبیت ایشون تنها مربوط به ایران نمیشه. این شخص به جهت حالا هم بازی خوبی که داره، هم به خاطر اخلاق خوبی که داره، تو اکثر کشورها طرفداران بیشماری داره. یه دونه از بازیکن‌های خوب دنیاست. بعد این یکی تا الان ایران نیومده بود، اولین بارش داره میاد ایران، ولی مردم ما قشنگتر میتونست ازش استقبال کنه، قشنگتر، خیلی قشنگتر. الان من یه ویدیو خودم دیروز اونجا بودم، دنبال ماشین دویدن و این حرفا اصلا در شأن ما ایرانی‌ها نیست.